آزمایش HPV مثبت شد. خیلی نگرانم. نظرتون چیکار کنم؟ سن چقدره؟ 22 سال. اولا که این آزمایش HPV رو بهتر بود که برای شما تو این سن قبل از 25 سال انجام نمیدادن. چرا میگیم انجام نمیدادن؟ برای اینکه در سن قبل از 25 سالگی سیستم ایمنی انقدر قوی هست که به احتمال خیلی بالا این عفونت ویروسی رو برطرف میکنه. بنابراین ارزش نداره که ما آزمایش بدیم اون فرد رو مثل شما انقدر نگران بکنیم و بعد سال بعد بگیم خیلی خوب نگران نباشین آزمایش منفی شد. به خاطر همین قبل از 25 سال اصولا ما این آزمایش رو انجام نمیدیم. از سن 25 سالگی و تو بعضی موارد گفته میشه از 30 سالگی ما همراه با پاپسمیر آزمایش HPV رو انجام میدیم و یادمون باشه HPV 3 جور هست. یکی کم خطره، اون اصلا بهش اهمیت نمیدیم. یکی HPV پرخطره، به اون اهمیت میدیم و باز این HPV پرخطر میتونه نوع سوم خیلی پرخطر داشته باشه. اگر HPV خیلی پرخطر باشه که عدد 16 و 18 هست بلافاصله میریم برای کولونوسکوپی. ولی اگر پرخطر باشه غیر از 16 و 18 در این موارد ما میتونیم یک فرصت 1 ساله رو به اون فرد بدیم که آزمایشش رو تکرار کنه و این آزمایش منفی شده باشه انشاءالله و بعد دیگه سیر پیگیری معمول خودمون رو ادامه